5 قانون طلایی رشد شخصی که باید بدانید. قانون پرتو 80 به 20. 80% نتیجه ها از 20% کوشش ها به دست می آیند. به آن قسم خرد دقت ده که واقعا مهم است. قانون زایگارنیک: ذهن تو به کارهای ناتمام می چسبد. آنها مثل برنامه‌های بازمانده در پس زمینه انرژی تو را می خورند. یا انجامشان ده یا یک باره حذف کن. قانون آشی: زندگی همیشه موافق نقشه پیش نمی رود. تغییر پذیری و استواری چیزی است که از تو یک شخصی موفق می سازد. قانون ایگلمن: تمرکز عمیق به یک هدف مشخص زودترین راه به سوی آموزش و موفقیت است. از چند کار به یک وقت خودداری کن، به یک کار دقت ده. قانون اسکینز: شکست خوردی؟ عجیب است، حالا بهترین زمان برای آموزش است. هر یک خطایی قدمی رو به پیش است. باوری کامل دارم که از روی این 5 قانون اگر کار کنی در مدت کوتاه موفق و خوشحال و سریحال خواهی ماند.